میرسیم به جلسه اول و قبل از اینکه خود ویندوز شروع کنیم باید بیایم و مبانی ویندوز رو بفهمیم که چی هستن. به خاطر که مبانی بفهمیم میایم اول تعریف کامپیوتر شروع میکنیم و بعضی چیزهای دیگر در مورد اونها معلومات حاصل میکنیم. اول گفته کامپیوتر چیه؟ حالا هر کی میتونه یک تعریف از کامپیوتر ارائه کنه و شاید بالاتر از 50% تعریف درست باشه. عموما هر وسایلی که دور بر ما هست، وسایل الکترونیکی و غیره، یک کامپیوتر هستن. خود کامپیوتر از کلمه کمپوت به معنی محاسبه‌گر گرفته شده. حالا یک تعریف من پیدا کردم و میبینیم که در مورد تعریف گپ میزنیم و معلومات کم و زیاد دیگه هم اضافه شد بهش اضافه میکنیم. کامپیوتر یک وسیله الکترومکانیکیه که با توجه به نیاز انسان‌ها قابل برنامه‌ریزیه و نیز توانایی انجام محاسبه، مقایسه و توانایی نگهداری نتایج مقایسه و محاسبه را دارد. یک بخش دیگه که شاید گفته کامپیوتر ابزاریه که بر روی آنچه که به آن میدهند و اصطلاحاً به آن ورودی گفته میشه عملیات را انجام میده که به آن پردازش میکنن و نتیجه مطلوب را به دست میاره که خروجیه. الکترومکانیکی که هسته این قسمت یعنی ماشین برقیه با استفاده از برق کار میکنه. ما میفهمیم که تمام وسایل که ما داریم عموما از برق کار گرفته میشه. با کامپیوتر هم اگه برق نباشه هیچ کار نمیتونیم با بکنیم. و قسمت دوم گفته با توجه به نیاز انسان قابل برنامه‌ریزی، یعنی من نیاز دارم که بیام و عکس‌ها رو ادیت کنم، با نرم افزار فتوشاپ نصب کنم. نیاز دارم که بیام و یک فیلم ادیت کنم، یک ویدیو درست کنم. نرم افزار ادوب پریمیر نصب میشه. اگه بخوام که یک لوگو طراحی کنم، یک عکس طراحی کنم، یک کار دیگه بکنم، ایلاستراتور. اگه بخوام یک وبسایت درست کنم، مثلا ادوب میوز یا دیگه نرم افزار. میخوام با صدا کار کنم، ادوب ادیشن. میخوام یک ویژوال افکت درست کنم، ادوب پریمیر. میخوام یک مکتوب بنویسم، ورد. میخوام حسابداری کنم، هر چیزی که به حساب ربط داشته باشد، اکسل. میخوام یک بانک اطلاعاتی داشته باشم، مثل یک بانک کوچیک، مثلا پیزا فروشی یا دیگه چیزی، اکسس. میخوام یک اسلاید، یک پرزنتیشن نمایش بدم، پاورپوینت. یعنی اینا میان و بر نصب میشن و برای ما بعداً کار میکنن. پس برنامه‌ریزی میشه کامپیوتر و باید از اون کار میکنن. همین حالا من به کامپیوتر بگم از این پاشو اینجا بشین، قطعا این کار انجام نمیده، چون کامپیوتر یک ربات نیه، ولی ربات یک کامپیوتره و تنظیم شده تا این کار انجام بده. این قسمت که گفتم محاسبه، کامپیوتر برای میتونه محاسبه کنه. مثلا داخل نرم افزار اکسل ما محاسبات انجام میدیم، میتونیم بین دو تا فایل مقایسه بکنیم و نتیجه که از این مقایسه و محاسبه میتونیم اون رو ذخیره کنیم. بیایم بین چند تا دیتابیس مقایسه انجام بدیم و اونا رو ذخیره کنیم. و ما وارد کامپیوتر اطلاعات خام وارد میکنیم. مثلا دستور میدیم، یک چیزی نوشته میکنیم. این اطلاعات خام ورودیه. اطلاعات خام یا ورودیه و او عملیه‌ای که روی اونها انجام میشه به اون میگن پردازش و خروجی به دست میاد. او هم بخش اطلاعات ما هست که اینا رو توضیح میدیم. خب کامپیوتر فقط قادر به انجام کارهایی است که برای تعریف شده. گفتم میره مثلا بلند نمیشه، در جای نمیشینه و دیگه کارهایی که حتما به اون تعریف شده و کار رو انجام میده. 3 کار کامپیوتر میکنه: ورودی میگیره، پردازش انجام میده، خروجی. ورودی چی نوع ورودی میگیره؟ داده ها رو میگیره. داده ها عناصری هستن که معنی و مفهوم خاصی ندارن و وارد کامپیوتر میشن تا عملیات برای اونها صورت بگیره. شما در نظر بگیرید ما ارتباط رو میخونم و یک مثال دیگه به شما بزنم، مثال عمومی تر. پردازش او کاری که رو داده ها انجام میشه و اطلاعات و نتیجه‌ای که از داده ها به دست میاد. فکر کنید داده ها ما شما، دیتا ما شما خمیره، پردازش تنوره و اطلاعات هم نانه. یعنی ما خمیر وارد میکنیم،
یک عملیه ریاضی انجام میشه، پخته میشه و نان دست میاره. یا در نظر بگیرید چند تا وسایل موتورسیکلت وارد میکنیم، اینا رو بسته بندی میکنیم و خروجی ما یک موتورسیکلتی میشه، یا هر چیز دیگه به نظر خود شما. یک مثال عددی میتونیم بدیم. اگه بخوایم 4 و 6 رو با هم جمع کنیم، 4 و 6 فعلا هیچ معنی نمیدن. 4 جمع 6، 4 داده 6 هم داده، علامت جمع پردازشه و نتیجه که به دست میآید اطلاعات ما است. درسته؟ یا هر مثال دیگه که داخل ذهن شما اومد. بعد تعریف دیگه داریم از سیستم و سیستم کامپیوتری. سیستم ها مجموعه منظمی از عناصر هستند که برای رسیدن به هدف مشخصی به صورت هماهنگ با یکدیگر کار میکنن. اینا میگن سیستم. سیستم 3 کار عمده انجام میده. داده عنوان ورودی میگیره، روی داده ها پردازش انجام میده و خروجی به دست میاره. پس کامپیوتر نیز یک سیستمه. چرا؟ چون دارای بخش‌های ورودیه مثل ماوس و کیبورد، بخش پردازشی کیس قسمت سی پی یو، بخش خروجی مثل مانیتور، بلندگو و هر چیز دیگه. خب من تشریح دادم. ورودی وسایلی هستند که داده ها و یا دستورات وارد کامپیوتر میشن. پردازشی و قسمتیه که پردازش اونجا انجام میشه که همون سی پی یو و خروجی هم میتونیم پرینتر در نظر بگیریم، بلندگو در نظر بگیریم، مانیتور و غیره. بعد از او طبقه بندی علوم کامپیوتر. سخت افزار چیه؟ او قطعات قابل لمس و قابل دید سخت افزار میگن، مثل ماوس و کیبورد. چیزی که میبینی و لمس میکنی به اون میگن سخت افزار. نرم افزار او قسمتی از کامپیوتره که سخت افزار وادار به انجام کار میکنه. یعنی تا ما نیاییم و نرم افزار پلیر نصب نکنیم، سخت افزار من یعنی مانیتور من فیلم نشون نمیده. تا نیاییم نرم افزار چاپگر هم سخت افزار هم نرم افزارش نصب میکنیم، حالا سخت افزار نصب میکنیم با نرم افزار سخت افزار نصب میکنیم، او چاپ نمیکنه و دیگه نرم افزار هم میره. دو نرم افزار داریم، یکی سیستمیه یکی کاربردیه. سیستمی مانند سیستم عامل ها و کاربردی مانند اکسل و ورد. حالا گفتیم سیستمی مثل سیستم عامل ها. اول تعریف سیستم عامل ببینین چیه. سیستم عامل قلب کامپیوتره و بدون سیستم عامل ما نمیتونیم با کامپیوتر کار کنیم. یعنی خود سیستم عامل یا همون OS یا همون اپریشن سیستم ها وظیفه اینه که رابطه ما انسان و کامپیوتر به وجود بیاره. تا وقتی که ویندوز، چون میفهمیم که سیستم ویندوز یکی از سیستم عامل های ما ویندوز نمیخوانیم، تا وقتی که ویندوز روی کامپیوتر ما نصب نباشه ما نمیتونیم از کامپیوتر استفاده کنیم. کامپیوتر چیز بی مصرفیه. سیستم عامل انواع مختلفی دارن، مثل داس از بین رفته ولی بازم هنوز یک بخشش داخل کامپیوتر هسته که کاربرد داره، کاماند داره. ویندوز که 98 بود، ایکس پی، ویستا، 7، الان 8 و 10 اومده، ما 7 میخونیم. لینوکس یک سیستم عامل متن بازه، مک یا مکینتاش، آی او اس ها که مربوط گوشی های و غیره. و برای استفاده از کامپیوتر 4 چیز لازمه. یکی کیسه، مانیتوره، کیبورد و موس. کیس وظیفه این قطعه محافظت از قطعات داخلیه. کیس به می جعبه میگن و داخل از این وسایل زیاده که داخل کلیپ بعدی انشاءالله نشون میدم، مثل مادربرد، رم، سی پی یو. اینا شکننده و ظریفه که شاید زود بشکنن و می خاطر اینا رو داخل یک جعبه گذاشتن و کیس وظیفه نگهداری از ایناه. مانیتور فقط به ما نشون میده، وظیفه از نشون دادنه. ماوس اطلاعات وارد میکنه، مثلا استارت منو ماوس بخش دستور میده، اطلاعات هم انجام میده، اطلاعات هم وارد میکنه. استارت منو باز شه، مای کامپیوتر باز شه، مای کامپیوتر بسته شه، شما باز شو، بسته شو. پس اینا کیبورد هم ورود اطلاعاته. شما مثلا میخواهید که بیایید و داخل نوتپد تایپ کنید، میاد و تایپ میکنید، ورود اطلاعات.
درسته؟ حالا نوتپد یا فرق نمیکنه، مثلا دیگه نرم افزارها.